یه ویدیوی داخل اینترنت وایرال شده که خب به هر حال انگلیسی صحبت کردن وسط فارسیه یا برعکس فارسی صحبت کردن وسط انگلیسیه، یه مقدار کلمات فارسی بیشتر وسطش نیست. حال چی استفاده می‌کنی؟ والا من اگه بخوام توی نسله ایران بگم نمیتونم بگم که ما در زمینه اچ آر دیجیتالایزدیم، ولی اگه بخوام نسل گلوبالی بگم به چه سمتی داره میره که ما خوشبختانه به خاطر وصل بودنمون به نسل و بخشی از نسل بودن داریم ازش بنفیت میبریم، اینه که چقدر دیتا وارد شده به منابع انسانی برای استراتژیک پلنینگ آینده. یعنی چی؟ یعنی وقتی بیزنس میاد دیرکشن 3 سال 5 سال آیندهشو میبینه، کنارش پارتنراب کرده نسل با یه کمپانی که پیپل آنالیتیکس انجام میده، خودمون که اکسپرت. بریم ببینیم چجوری میتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم و کلمات عربی و انگلیسی رو با فارسی جایگزین بکنیم. دیپ سیک رو اپلیکیشنش رو باز میکنیم، از این پرامپت استفاده میکنیم. پرامپت رو براتون میذارم. کلمات با ریشه غیر فارسی رو جدا کن، پیشنهادهای ضروری برای استفاده فارسی رو مشخص کن، درصد استفاده از کلمات عربی و استفاده از کلمات انگلیسی رو کل کلمات برای من محاسبه کن. برای شما مدل رو آماده میکنه تا بتونید بهش متن اصلی رو بدید. من متن اصلی رو اینجا براش گذاشتم و در نهایت بهتون دیپسیک تمام تفکرش رو میکنه و جایگزین تمام کلماتی که مثل دیجیتالایزم، گلوبالی، بنفیت، دیتا، استراتژیک پلنینگ، بیزنس، دیرکشن، پارتنراب، همه اینا رو براتون معادل فارسیش رو میگه.